شما بیننده برنامه صبح معارف از تلویزیون معارف و همچنان شنونده همین برنامه از رادیو معارف 96.8 FM هستید. دوستان عزیز، گزارش زیبایی را از توزیع اطلاعنامه‌ها و تقدیرنامه‌ها را تماشا کردیم که در مکتب افغان بود. واقعا فراغت هموطنان عزیز بالخصوص در بخش تعلیم و تربیت انرژی بخش است و یک بنیاد اساسی پیشرفت جامعه را تشکیل می‌دهد. و همین منظور تا صحبت کنیم بیشتر روی نتایج مکتب مذکوره و همچنان معلومات بر شما ارائه بکنیم. مدیر صاحب تدریسی همان مکتب همراه ما در برنامه است. سلام مدیر صاحب گرانقدر، خوش آمدین، قدم رنجه فرمودین و کامره های تلویزیون معارف در خدمت شماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به همکاران محترم شما و همچنان بیننده های بسیار عزیز سلام تقدیم میکنم. لطف کردین، شما سلامت باشین. تشکر از اینکه به ما موقع دادین و ما اینجا آمدیم و با هم ببینیم. زنده و سلامت باشین جناب استاد محترم. میشه با زبان خود و بیننده ها و شنونده های عزیز کوتاه خود معرفی بکنین؟ بله، تشکر. نام عزیز محمد عطایی تخلص میکنم. در مکتب خصوصی افغان خانزای به حیث مدیر تدریسی ایفای وظیفه دارم. آقای عطایی، چقدر مدت زمان میشه که انتخاب کردین عرصه معارف من حیث عرصه خدمتیتان به هموطنان عزیز و انگیزه‌ای که شما آمدین و آغاز کردین فعالیت در بخش معارف چی بود؟ شک نیست که هموطنان ما، هر مسلمانی با تعلیم و با معارف یک علاقه خاص خود را داره. بله. و از جمله من هم به معارف زیاد علاقه داشتم. تقریبا 28 سال در معارف است که وظیفه اجرا میکنم. بله. و در مکتب خصوصی افغان خانزای از همون سالی که تأسیس شد به اصطلاح سال 1390 که من اوجا آمدم به صفت سرمعلم. بله. تقریبا 8 سال سرمعلم بودم، باز مدیریت هم داشتم و فعلا مدیر تدریسی در موجه ایفای وظیفه میکنم. واقعا استاد عطایی، اگر مکتب افغان در چند جمله بر ما بگوین، نخستین سخنی که به ذهن شما خواهد رسید چی خواهد بود؟ تشکر. الحمدلله، یعنی افغان خانزای از جمله مکاتبی هست که میتونیم سرش حساب بکنیم، چون دروس درس هایی که داره مطابق به نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف است و همچنان در قسمت تربیه و تعلیم ارجمندا نسبت به سایر مکاتب یا همجوار با اونا ما الحمدلله داریم شاگردایی که از ما فارغ شدن یا ای که با ما هستن فعلا. استعداد از اونها، روش و رفتار و اخلاق اونا ما را مطمئن میسازه که ما الحمدلله در اینجا انشاءالله کاری روان است و ما با می مطمئن هستیم. شاگردای ما دو ویژگی خاصی که اونا دارن، یکیش همی است که قرآن کریم را بسیار خوب تلاوت میکنن. بله. با خاطر که از اول صنف اول همی اصول صنفی استاد قرآن کریم و تجویدشان کاملا جدا است. بله. مسلکی هستند. در مجموع استادان مسلکی است برای قرآن کریم. استادایی که بسیار با تجربه هستند و قرآن کریم را حفظ دارن، با تجوید میخوانن. یک خوبیش همی است که الحمدلله وقتی که فارغ میشه میتونه امامت بکنن، درست تلاوت بکنن قرآن را به اون قسمی که نازل شده. بله. و چیز دیگه ای که زیاد ما را خرسند ساخته اوی است که رسم الخط اینا هست. بله. ما از صنف اول تا صنف 6 زیاد کوشش سر حسن خطشون داریم و الحمدلله نتیجه بسیار خوب هم گرفتم. شاگردای صنف 4 و 5 ما یا 6 را که ببینیم ماشاءالله خط بسیار زیبا داره که همو خطش قابل ارزش است برای ما، چون بزرگان میگن که الخط نصف العلم،
یعنی اما استعداد از یاد دارم و خطشان بر ما هویدا میشه. واقعا عطای بزرگوار، نتایج امسال چقدر قناعت بخش بود و با فراغت شاگردان و ثمره یک سال تعلیمی تلاشتان چقدر انرژی بخش می باشد به شما؟ بسیار خوب. یعنی هر کسی در هر جایی که یک کاری را آغاز میکنه منتظر نتایجش می باشن که نتیجه را به دست بیاورن، ولی الحمدلله امسال تقریبا بالاتر از 1000 شاگرد ما داشتیم. اگر به طور دقیق برتان بگویم 1013 نفر از شاگردای ما هم از ذکور و اناث در 2 بخش جداگانه کاملا جدا درس خواندن و الحمدلله ناکام خو هیچ نداشتیم، ولی 12 نفر مشروط بودن. همین ما را جگرخون ساخت و بان هم انشالله در 1013 نفر 12 نفر طبیعی است. واقعا جناب استاد، این یک فطرت انسانی است که بعضی شاگردا تلاش نمی کند یا انگیزه خوب برای درس نمی داشته باشند. شما از کدام روش ها کار میگیرین تا دوباره تشویق بکنین شاگردایی که انگیزه ندارن یا شاگردایی که با گفته شما تلاش نکردن و مشروط شدن تا در سال آینده دوباره انرژی بگیرن و بتونن به طور خوب درس فرا بگیرن و بتونن اندوخته های علمی که شما برایشان ارائه میکنین درست کسب بکنن؟ روش های مختلفی در معارف ما داریم، از میتود های مختلف استفاده میکنن استادا و دیگه ای که استادا الحمدلله همه با تجربه هستن. اکثر استادایی که من اینجا 12 سال شد که هستم همراه ما هستن، به نحوی کوشش میکنن که شاگرد اخذ بکنه. اگر کارهای گروپی بوده باشه یا کارهای انفرادی بوده باشه و یا هم بعضی اوقات سیر علمی داریم در جای میبریم، یعنی ما نهایتا کوشش خود را میکنیم که به یک نحوی اونا را بتانیم درس برشان انتقال بتیم و ارزیابه های پی در پی و تقریبا متواتر و در اخیر هر ماه انشالله نتیجه خوبی را بر ما داده و زحمات ما انشالله استادایی که با ما بودن زحمات کشیدن قابل قدر است. زنده و سلامت باشین جناب استاد گرام قدر. اگر حرف و پیامی باقی از کامره های تلویزیون معارف در خدمت شماست. تشکر. در قدم اول از شما تشکری میکنم و یک پیامی هم به هموطنان خود دارم و وی است که افغانستان را که با علم نسازیم با چیزی دیگر جور نمیشه. و این یک تجربه هم هست که ما افغان ها داریم. در گذشته ها بسیار کسایی آمدن که ما افغانستان را جور میکنیم، جور خو نکردن بلکه برعکس ما را عقب زدن و ما به این نتیجه رسیدیم که تا خود ما وطن خود را جور نکنیم هیچ کسی دیگه برای ما جور نمیکنه و منتظر دیگه هم نباشیم. و خواستیم از اولیاء محترم شاگردای ما یا در مجموع شاگردای مکاتب این است که زیاد کوشش بکنن به هر طریقی که میشه اطفال خود را به مکاتب روان بکنن، از اونا با خبری بکنن، احوال بگیرن در قسمت حاضری و یعنی هماهنگ با اداره مکتب انشالله میتونن که ثمرات درستی را بگیرن. و همچنان به خواهرای ما امیدواری میتم و برشان میگم که انشالله ناامید نباشین، یک وقت خوبی برای مطالعه دارن. این مشکلات انشالله حل خواهد شد و زود ما به مکاتب خواهد گشتیم و انشالله وقتی که در مکتب بیاییم با یک چیزهای نوی باید با خود داشته باشیم و امید موفقیت برای همگی شما میخوام. زنده و سلامت باشین.